وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم از یکی دیگر از قسمت‌های برنامه راهنمود سنت. در این قسمت هم بنابر سلسله برنامه‌هایی که در مورد غلو و زیاده‌روی صحبت کردیم که از غلو و زیاده‌روی در حق رسول الله صلی الله علیه و سلم شروع کردیم و درود تاج و به همین ترتیب کتاب دلائل الخیرات و قصیده برده را مورد بررسی قرار دادیم. حالا رسیدیم به اگرچه در این مورد فراوان هست، یعنی حقیقتا غلو و زیاده‌روی در این مورد فراوان است و در حق پیامبر صلی الله علیه و سلم غلو و زیاده‌روی فراوان کرده اند گروه‌های مختلف و فرق مختلف. اما از این بحث غلو و زیاده‌روی در حق رسول الله صلی الله علیه و سلم خارج میشیم، میرویم به سراغ یکی از غلوها و زیاده‌روی هایی که در حق یکی از اولیای الهی رحمه الله نموده اند را در موردش صحبت میکنیم. شما بیننده عزیز و گرامی شنیده باشین که به شیخ عبدالقادر جیلانی یا گیلانی رحمه الله اطلاق غوث الاعظم دستگیر را میکنند و به ایشان غوث الاعظم دستگیر میگویند و ایشان به این نام مشهورند، یعنی کمتر کسی ایشان را به این نام نمیشناسد و این لقب به ایشان مشهور شده، غوث الاعظم دستگیر. ما در این برنامه میخواهیم صحبت بکنیم که غوث الاعظم دستگیر یعنی چی و آیا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله غوث الاعظم دستگیر هستند یا کسی دیگر است. بدون شک بیننده عزیز و گرامی، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله یکی از علمای این امت هستند و یکی از اولیای الهی و یکی از مجددین هستند، در این شکی وجود نداره. شخصیت و جایگاه این بزرگوار در نزد اهل سنت محفوظ است و اهل سنت از کتب ایشان و آثارشان استفاده می کنند و به ایشان ترحیم می کنند، رحمت می فرستند، نام ایشان را میگیرند، رحمه الله میگویند، رحمت الله علیه میگویند و این شخصیت بزرگوار را احترام میکنند. اما در مورد این شخصیت بزرگوار غلوها و زیاده‌روی‌های فراوان شده. از جمله این غلوها و زیاده‌روی‌ها موضوع غوث الاعظم دستگیر است که به ایشان اطلاق میکنند و همین فرد است و همین ها هستند که حقیقتا عده‌ای از اهل خرافات و اهل بدعت میگویند وقتی که رسول الله علیه السلام به معراج برده شدند، وقتی رسول الله علیه السلام سفر معراج به ایشان اتفاق افتاد، پاهای رسول الله علیه السلام به سر شانه های غوث الاعظم دستگیر بوده، یا همین شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله، در حالی که ایشان چند قرن بعد از رسول الله علیه السلام متولد شدند. ولی دروغگویی که این را ساخته چنان کم فهم بوده که نفهمیده که شیخ عبدالقادر جیلانی جلوتر بوده یا رسول الله علیه السلام از او جلوتر به دنیا آمدن و در دنیا زیستند. و غافل از این است که اگر
رسول الله علیه السلام پاهایشان را گذاشتند سر شانه های شیخ عبدالقادر جیلانی و به کمک او به آسمان ها بلند شدند. اگر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله پیامبر باشه نعوذ بالله، خب رسول الله علیه السلام از اون بلندترن. اگر ولی از اولیای خدا باشه ابوبکر صدیق از اون بالاتره. اگر ابوبکر صدیق نه بلکه صحابه دیگر از اون بالاترن. این عمل به هیچ کدام آنها اتفاق نیفتاد. چگونه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله پاهای رسول الله علیه السلام را سر شانه های خود میگذارد و پیامبر را با آسمان ها بلند می کند و در اونجا بالا می شود؟ یک دروغی است که حقیقتا شخص دروغگو بسیار بسیار انسان بی انصاف بوده و شخصی بوده که اصلا نمیدانسته، چیزی از شریعت و از اسلام آگاه نبوده. به هر صورت به این شخصیت بزرگوار میگویند غوث الاعظم دستگیر. اجازه بدین که با هم این کلمات را کلمه به کلمه ترجمه بکنیم. غوث یعنی فریادرس، یعنی کمک کننده. غوث کمک کننده و فریادرس را میگویند. اعظم هم که میدانید یعنی بزرگتر. دستگیر هم کسی است که دست دیگران را میگیره، اونها را مدد میکنه، به فریاد آنها میرسه. حالا شما به عنوان یک انسان مسلمان چگونه به یک انسان، حالا هر کس که میخواد باشه، در هر مقامی که میخواد قرار داشته باشه، چگونه شما به یک انسان این کلمات را استفاده میکنید و او را غوث میگویید یعنی فریادرس، اعظم میگویید یعنی بزرگتر که کسی دیگه از او بزرگتر نیست، دستگیر میگویید برایش که او دست میگیره، کمک میکنه برای مردم، فریاد مردم میرسه. چگونه این حرف درسته؟ چگونه میتونه یک مسلمان این را به زبان بیاره و به یک انسان آن را نسبت بده؟ ما معتقدیم و باور کامل داریم که غوث الاعظم دستگیر الله است. الله سبحانه و تعالی است که غوث است و الله متعال غوث اعظم است و الله متعال هست که دستگیر هست. هیچ بنده ای از بندگان الله سبحانه و تعالی این صفت را ندارد. هیچ بنده ای از بندگان الله نمیتواند که غوث الاعظم دستگیر باشد، بلکه الله سبحانه و تعالی هستند. تأکید ما از اولین برنامه‌ای که در مورد غلو رفتیم این بود که هر کس را در جایگاه خودش بشناسیم. الله را در جایگاه خودش، پیامبر را در جایگاه خودش، ولی از اولیاء الله را در جایگاه خودش. ما حق نداریم که صفات الهی را بدهیم برای هیچ یک از بندگانش، چی نبی باشه چی ولی باشه. فریادرس و کمک کننده اوست و ما در هر نماز خود میگوییم ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا الله خاص تو را عبادت میکنیم و یا الله خاص از تو مدد میخواهیم. باز بگین غوث الاعظم دستگیر؟ باز معتقد به این باشیم که کسی دیگری جز الله متعال میتونه ما را در ما فوق الاسباب ما را کمک بکنه؟ یعنی چگونه امکان داره این دوتا با هم متناقضه؟ الله سبحانه و تعالی میگه که ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. این کسانی که شما غیر از الله اونها را میطلبید، به اونها غوث میگویید، به اونها دستگیر میگویید، آنها را بطلبید. فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. باید اونها به شما اجابت بکنن، باید پاسخ شما را بدن، باید به کمک شما برسن، چون تو به او میگی غوث یعنی فریادرس، به او میگی دستگیر یعنی کمک کننده، یعنی فریادرس. چگونه ممکنه؟ از او بخوا ببین برایت چی میده. ان کنتم صادقین، اگر شما راست میگید. الله متعال بندگانی که به این فکرند، افرادی که به این فکر و اندیشه هستند، اونها را به تحدی میطلبه، به اونها تحدی میکنه، به اونها چالش میده. برین بخواین از اونها، اگر شما را اجابت کردن درسته. مگر امکان داره که اللهی که میگه من غوثم، میگه من به فریاد میرسم، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه نمل آیت 62 میگه اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. چی کسی است که به داد
انسان مضطر و درمانده و بیچاره میرسه، به داد کسی که نیاز به دستگیری داره، نیاز به کمک داره، نیاز به فریادرسی داره، چی کسی است که دست او را میگیرد؟ چی کسی است که او را اجابت میکند؟ چی کسی است که صدایش را میشنود و قبولش میکند؟ چی کسی است که مشکلاتش را حل میکند؟ چی کسی است که فریادرس و غوث اعظم است؟ بدون شک الله. و یکشف السوء، چی کسی است که بدیها، چی کسی است که مصیبتها، غمها و اندوها را دور میکند؟ آیا شیخ عبدالقادر جیلانی است یا خالق شیخ عبدالقادر جیلانی؟ الله پاک و بی همتا و یکتاست که همه اینها را در اختیار اوست و هیچ احدی از مخلوقات الله متعال اختیار ندارند در ملک و در تصرف الله سبحانه و تعالی. هیچ تصرفی ندارند. الله مالک است، الله متصرف است، الله خالق است، الله قادر است، الله قدیر است و هیچ کسی دیگر این صفات را ندارد. و الله سبحانه و تعالی است که فریاد رسه. الله متعال است که غوث الاعظمه. الله متعال سبحانه و تعالی در سوره مبارکه اسراء آیت 67 می‌فرماید: و اذا مسکم الضر فی البحر ضل من تدعون الا ایاه. وقتی که به شما مشکل میرسد در دریا، کسانی که مثلا در طوفان‌های دریایی گرفتار میشن، ضل من تدعون، آن کسانی که شما قبلا اونها را میخواندید آنها را فراموش میکنید، الا ایاه، مگر الله سبحانه و تعالی را که فراموش نمیکنید. و الله است که شما را نجات میدهد. الله است که فریاد رس شماست. الله است که دست شما را میگیرد. الله است که به داد شما میرسد. الله است که مریضی های شما را شفا میدهد. الله است که مشکلات شما را دفع میکند و مشکلات شما را و مصیبت های شما را رفع میکند. پس بیننده عزیز و گرامی، توجه داشته باش که هیچ احد جز الله متعال را غوث الاعظم دستگیر نگویی، چون غوث الاعظم دستگیر این معنا را دارد. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله، علامه محقق و بزرگوار، در کتاب مجموع الفتاوا می‌فرماید: فاما لفظ الغوث والغیاث، اما لفظ الغوث والغیاث، این که غوث بگین غیاث بگین، باز بعضی ها الغیاث و الغیاث منظورشان این نیست که الله متعال سبحانه و تعالی را صدا بکنند یا داد بکشند و الله متعال را سوال بکنند و الله متعال را بخواهند، بلکه هدفشان یک شیخ است، هدفشان یک کسی است که سالها مرده زیر خاک هاست، هدفشان کسی است که قدرت و توانمندی نداشت که خودش را حفظ بکنه، خودش از دنیا رفت، خودش مریض شد، به مریضی مبتلا شد تا اینکه رفت از دنیا، رفت و مرد، او را کشتن، نتوانست از خود دفاع بکنه، اون را به فریاد میخواند. میگه لفظ غوث و غیاث فلا یستحق الا الله، هیچ کس مستحق این کلمه نیست جز الله متعال. فهو غیاث المستغیثین، الله غیاث مستغیثین است. الله است که فریاد رس فریاد کنندگان است. الله است که کمک کننده کسانی است که به کمک نیاز دارند. الله است که مریضی ها را شفا میدهد. الله است که به داد بندگانش میرسد. غیاث المستغیثین الله است. هیچ احدی غیاث المستغیثین نیست. هیچ احدی غوث نیست جز الله پاک و بی همتا، جز آن ذاتی که خودش گفته من توانش را دارم، همچنان که تو را آفریدم به داد تو هم میرسم. به خاطر همین پیامبران الهی فرستاده شدند. مشرکین بعضی از اسما و صفات خداوند متعال را داده بودند برای بت‌هایشان و رسول الله علیه السلام بر علیه آنها قد علم کردند، بر علیه این شرک استاد شدند که شما نگویید که اینها شما را به داد شما میرسند، الله است که به داد شما میرسد، فقط و فقط از الله بخواهید. پیامبران الهی همه و همه به خاطر این فرستاده شدند، به خاطر این که مردم را
از این فکر و اندیشه و از این که مردم توکل خودشان را به دیگران بکنند و صفات الهی را به دیگران بدهند، جلو اونها را بگیرند. ولی عجیب است که یک انسان مسلمان قرآن هم میخواند، از دین هم میداند، از قرآن هم آگاه است، میگوید لا اله الا الله، هیچ معبودی لایق عبادت و پرستش نیست مگر الله متعال، و فریاد رسی و فریاد کردن عبادته، فریاد کردن عبادت است. عبادت چگونه این عبادت را برای غیر الله میدی؟ باز میگی لا اله الا الله، هیچ معبودی لایق و سزاوار عبادت و ستایش و پرستش نیست آنگونه ای که شما الله متعال را عبادت میکنید، آنگونه ای که باید الله را عبادت کنید. و این کلمه مبارکه را قرآن کریم برای ما در جاهای مختلف تفسیر میکند که فقط و فقط از الله بخواهید. چگونه ممکن است یک انسان مسلمان لا اله الا الله بگوید، باز غوث الاعظم دستگیر را کسی دیگر بداند؟ این نقص در مقام شیخ عبدالقادر جیلانی نیست. این را بدانید که کسانی که به شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله غوث الاعظم دستگیر میگویند، اینها بزرگترین توهین را به ایشان میکنند، بزرگترین جسارت را به ایشان میکنند. چون کسی که در مقام نباشه حرفی برای اون مقام را برایش بدهی توهین است برای اون. مثل که یک کسی طبیب نباشه شما برایش طبیب بگویید، حقیقتا از روی تمسخر به او میگویید، قصد ندارید که او را به این کلام و به این حرف بالا ببرید، چون شما حرفی را میزنید که جایش نیست. اینجا به کسی نسبت میدهید که جایش نیست. وقتی ما طبیب میگوییم باید طبیب باشه، وقتی ما میگوییم غوث باید غوث باشه و نیست. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله از لابلای کتب و تصنیفات ایشان برمی آید که ایشان و دیگر علمای اسلام، چون اینها عقیده خود را از قرآن گرفتن و از سنت گرفتن، مخالف با این اقوالند. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله کتاب نوشته بر رد فرق و مذاهب باطل. چگونه ممکن است که شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله همچون حرفهای مزخرفی که از این فرقه های باطل بیرون می شود به خودش نسبت بده؟ بدون شک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله کسی که با کتبش آشنایی داره او را میشناسه که ایشان با این حرف موافق نبودند. بعد از ایشان متاسفانه افراد معاند و افراد منحرف و افرادی که خواستند به هر حال حالا از روی محبت یا از روی دشمنی غلو و زیاده روی در حق ایشان بکنند و متاسفانه کردند. اجازه بدین که یک میان برنامه ببینیم و بعد از میان برنامه دوباره در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. بخشی از اموالشان را به عنوان زکات بگیر تا بدین وسیله آنان را پاک و تزکیه نمایی و برایشان دعا کن. به راستی دعایت مایه آرامش آنهاست و الله شنوای داناست. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم. از ادامه برنامه راهنمود سنت پیرامون غوث الاعظم دستگیر صحبت می کردیم و گفتیم که جز الله سبحانه و تعالی کسی دیگر غوث الاعظم دستگیر نیست
و این نسبت دادن این حرف به شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله حقیقتا یک توهین به ایشان می باشد. بعضی از افراد وقتی که ما میایم این حرفا را میگین، میگن شما دشمنان اولیاء خدا هستین، شما دشمنان اولیاء الله هستین. اجازه بدین که این موضوع را باز بکنم. الله متعال در حدیث قدسی میفرماید کسی که اولیا و کسی که ولی از اولیاء مرا به دشمنی بگیرد، من بر علیه او اعلان دشمنی میکنم. چگونه ممکن است که ما دشمن اولیاء الله باشیم؟ البته این هم برمیگردد به این که اولیاء الله منظورشان کی باشه، تفسیر از اولیاء الله چی داشته باشن. تفسیری که قرآن میکنه میگه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. این صفات اولیاء خداست، ایمان میارن و تقوا پیشه میکنن. اما این که هر انسان مفسد و دجال را ما ولی خدا بگین، نه، ما این را قبول نداریم. هر انسان فاسقی را ما نمیگین ولی خدا. صفاتی که اولیاء خدا در قرآن دارن اگر بر او مطابقت کرد خیلی خوب. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله شکی نیست که از اولیاء الهی است. اما آیا این که ما این کلام را از اون نفی بکنیم، بگین غوث الاعظم دستگیر به ایشان نگین، این توهینه؟ تقریبا شبیه استدلال مسیحی هاست. وقتی ما برای مسیحی میگین که نگو عیسی فرزند خداست، نگو عیسی جزئی از خدای سگانه هست یا یکی از خداهای سگانه هست، چی میگه؟ میگه شما دشمنی با عیسی دارین. نه با والله قسم، نه ما با دشمنی با عیسی داریم، نه با دشمنی با هیچ احدی از انبیاء الهی و اولیاء الهی یا شیخ عبدالقادر جیلانی داریم. ولی هر کس رو باید در جایگاهش نشاند. و اتفاقا گفتم که این کلام، حالا مسیحی وقتی میگوید عیسی فرزند خداست و یا میگوید خداهای سگانه هست، نعوذ بالله، عقیده به تثلیث میآورد، این هم توهین به حضرت عیسی میکند. چون حضرت عیسی برای از بین بردن این شرکیات آمده. چگونه ممکن است که شرک را برای مردم یاد بده و برای مردم تعلیم بده و بگه من فرزند خدا هستم؟ نعوذ بالله. چنانچه الله متعال اشاره میکنه که اینها اقوالی است که به دهان آنها افتاده و به هر حال میگن و دلیلی در این ندارن. و این افرادی که به شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله به هر حال توهین میکنن، بنده این را توهین میدانم. بنده این را جسارت بزرگ در حق ایشان میدانم. ایشان یک مجدد بودند، یکی از علمای امت اسلامی بودند، از اولیاء الهی بودند. چگونه ممکن است که ایشان بیاین حرفی را و جمله را و لقبی را به خودشان نسبت بدن که حقیقتا از آن بوی شرک متاسفانه بالا میآید. و از جهت دیگر، حالا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله قرنها و سالها، صدها سال است که از این دنیا رفتند، ولی کتب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله موجوده. از یک کتاب از کتب ایشان بیاورید که گفته باشند من غوث الاعظم دستگیر هستم. اگر قرآن را قبول نمی کنید، سنت پیامبر را قبول نمی کنید که ما آوردیم، از اینها دلیل آوردیم که درست نیست بگویید، میگویید نه باید شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله خودش گفته و به هر حال ما هم از اون پیروی میکنیم. یکی از کتب شیخ عبدالقادر جیلانی، معروف کتب ایشان، یکی از کتب ایشان یک خطی بیاورید که ایشان گفته باشند من غوث الاعظم دستگیر هستم. مگر میشه که هرچی که به دهانمان آمد بگوییم و بعد بگین آن را نسبت بدیم به یکی از علما و به یکی از بزرگان؟ این را یقین کامل دارم که افرادی که به انبیاء الهی، به اولیاء الهی نسبتهای بیجا میدهند، اینها دشمنانشان هستند. اینها دشمنان 100% آنها هستند. اینها دشمنانی هستند که بدتر از دشمنان واقعی هستند. یادم آمد از کلام حضرت علی رضی الله عنه که میگه در مورد من دو گروه هلاک شدند. یک گروهی که در مورد من افراد کردند و گروه دیگر که با من دشمنی کردند. هر دو اینها دشمنند. هر دو اینها هلاک میشن. هر دو اینها به تباهی میافتند. هر دو اینها به ورطه هلاکت میافتند. چی آن کسی که ادعای دوستی بکنه و در لباس دوستی حضرت علی یا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی یا هر کدام از ائمه و اولیاء خدا و انبیاء الهی به مقام الله برسانه،
و صفات الهی بده برایش، این حقیقتا بزرگترین دشمنی را کرده و این فرد حقیقتا بزرگترین دشمن محسوب میشه و هلاک میشه، به تباهی میفته در دنیا و آخرت. الله متعال را تباه میکنه. و چی تباهی بدتر از این که با آتش جهنم در میایه؟ چی تباهی بدتر از این که به اولیاء و انبیاء الهی توهین میکنه؟ چی تباهی بدتر از این که الله را، بندگان الله را در مقام الله قرار میده؟ به هر حال بینندگان عزیز و گرامی، غوث الاعظم دستگیر فقط الله است. فقط ذات یگانگی الله است که او غوث الاعظم دستگیر است. اوست که به فریاد میرسه و اوست که دست درمانده ها را میگیره و اوست که به داد فریاد رسان میرسه و اوست که مشکلات کسانی که مشکل دارن را حل میکنه. کسی دیگر نیست ابداً. این را بینندگان عزیز و گرامی در اخیر متوجه باشند و بدانند. به هر حال اگر تا حال کسانی بودند که این کلمات را استفاده میکردند و برای شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله غوث الاعظم دستگیر میگفتند، دست بردارند از این کار، از این گفته خودشان دست بردارند و در پیشگاه الله متعال توبه کنند. به هر حال بینندگان عزیز و گرامی، وقت شما را از این بیشتر نمیگیرم. تا قسمت بعدی که از موضوع جدید در خدمت شما خواهم بود، همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.